باز دوباره این نقطه را میخورم، نقطه های خیلی مهم. ما 2 موی سفید رو با سلاح به جای حادثه بردن. نگاه کنین، سلاح رو با همون موی سفید ها یک جایه آوردن، در صورتی که تا زمانی که طبق قانونگذاری تاجیکستان، تا زمانی که اکسپرت نیاید، ایزی انگشت نگیرد، اثر انگشت نگیرد، حق جنباندن سلاح رو نداره هیچ نفر. اما سلاح رو با موی سفیدان آوردن. از کجا؟ از بیرون. در صورتی که طبق قانونگذاری سلاح باید در جای حادثه میبود، نه اینکه نمایندگان مقامات میآوردن. 4 نفر از پیشامان و 4 نفر از قفا بودند. 4 نفر اینها را راهنمایی میکردند. ما اکسپرتی ولایتی هستیم. همونجا یک بار سلاح پیدا شد. اگر من میگفتم که سلاح حاضر پیدا شد، ممکن مرا میپراندن. همونجا باقی مانده های تیر را جمع کردن، سند کردن و ما از ترس امضا گذاشتیم. این نکته را خیلی توجه کنید. اینها از ترس، نه از خشونت، از ترس متاسفانه چیکار کردن؟ امضا گذاشتن. امام علی رحمانوف، ای دیکتاتور، ای خونخوار، به سوالای این مادر پاسخ بده. این مادر امروز مادر همه تاجیکستانی است. باید به این سوالا پاسخ داده شود. خب در اینجا رادیوی آزادی برای همین رویدادهای روز 25 و 28 نوامبر در ولایت مختار کوهستان بدخشان سوالهای زیادی رو به میان آورد. رویدادها اینجا چند سوال نوشتگان، در همین سوالها پاسخ پیدا کردیم. ما سوالهاش نمیخواندیم و دیگرش نمیخوانیم، از همین مسلح یونه از همین دوام از همینجا شروع میکنیم. خب 25 نوامبر دهه تودیم ناحیه رشقله ساعت 11:30 گروهی از جوانان از جمله گلبدین زیوبکوف، رازق میرزایف، تیغون غلامشایف و دیگر در نزد یگانه فروشگاه دهه ایستاده بودند که اول 2 نفر ملک پوش نزدشان آمده و زیوبکوف نام و نسب پرسیدند. او تصدیق نکرده بود که ماشینی در نزدیکی ایستاده و مسلحانه از آن فر آمده سلاح را با طرفش راست کردند. آنها طلب نمودند که دیگران رو به دیوار گردانند یا اینجا را ترک کنند. گلبدین زیوبکوف با طرف پول کوپروک که بر فراز 3 نوج گریخت. رازق میرزایف، تیغون غلامشایف از پایشان مجروح شدند. رازق میرزایف در صحبتی کوتاه با رادیوی آزادی تصدیق کرد که از پایش جراحت برداشته است و حالا در بیمارخانه بستری است. شاهدان میگویند آن وقت در دست گلبدین سلاح ندیدند. عالم شیوکوف ساکن دهه تودیم آن رو در نزد نقطه سوزشواری نزد فروشگاه بود. او بر رادیوی آزادی گفت تقریبا ساعت 11:20 روز 25 نوامبر ماشین سفید مسافربر آمده و در نزد مغازه ایستاده. از داخل آن ماشین بیش از 10 نفر مسلح پایان شدند که همه بروی نقاب داشتند. این را خوب دقت کنید. به هوا یک تیر خالی کرده گفتند که از اینجا گریز. گلبدین همانجا ایستاده بود و وقتی به سویش حرکت کردند او به طرف پول گریخت. نگاه کنید، به هوا یک تیر خالی کرده گفتند که از اینجا گریز. خودشون به هوا یک تیر خالی میکنند، میگن از اینجا گریز. گلبدین همانجا ایستاده بود و وقتی به سویش حرکت کردند او به طرف پول گریخت. من دوامش را ندیدم چون مجبور کردند که گریزم، نقل کرد شاهد حادثه. دلاور خورموف ساکن دیگری ده آن زمان کمی دورتر از پول قرار داشت که به گفته شاهدان گلبدین به سمت آن فرار داشت. من لحظه پراندن گلبدین دیدم او بالای کوپروک میدوید که صدای تیر بلند شد. یک بار افتید و باز خیست. میخواست حرکت کند که باز صدای تیر شنیده و او یک پهلو به دستش پنجره را بری پول را داشته یک پهلو شد. 7 سلاح به دست به طرفش آمدند. هنوز زنده بود چون وقتی میخواستند او را بردارند
به دو دستش پنجره را داشته بود و دستانش به زور باز کردند. گفت او. این جوان میگوید پس از این اولین نفر بود که به محل تیر خوردن گلبدین رسید و آنجا بجز آثار خون دیگر سلاحی ندید. اما شخصانی را که بعداً مقامات به جای حادثه همچون شهید دعوت کردند میگویند در آنجا تپانچه مکارov را دیدند. ساعت 12:10 گروه دیگری از نظامیان با کارشناسان طبی و دادگاهی به محل حادثه آمدند. آنها جای واقعه را به نوار گرفته پترون‌های خالی شده را جمع آوردند و با شاهدان صحبت کردند. در نواری که شب حادثه در تلویزیون محلی نمایش داده شد تپانچه را نشان دادند که به گفته مقامات به گلبدین زیوبکوف تعلق داشت. ساکنان میگویند چرا مقامات سلاح را زمان بازداشت گلبدین نه بلکه بعد 40 دقیقه پیدا کردند. یک منبع از مقامات انتظامی که در دوشنبه قرار دارد ولی با گروه‌های تفتیشاتی در تماس است بدون ذکر نام به رادیوی آزادی گفت کارمندان فوری جستجویی از روی قانون رفتار کردند. در چنین حالت به گفت او تا رسیدن کارشناسان نباید دلیل‌ها بیجا کرده شود. اگر این حادثه اگر اینها سلاح را میگرفتند ایز انگشت ویران میشد. حالا ایز انگشت در همان سلاح هست که در تشخیص ثابت می شود. خشانش دعوا دارند که بعد مردن به دستش سلاح را دادند. این غیر امکان است چون بعد مردن خون لخته می شود و ایز انگشت کاملا فرق خواهد کرد. گفت او. فیض محمد ساکن 73 ساله دهه تودیمه از شخصانی است که به سند مقامات همچون شهید که سلاح را در جای حادثه دیده است امضا گذاشته است. او گفت واقعا به چنین سند امضا گذاشته است ولی این کار را نه اختیاری بلکه از ترس کرد. به گفت او این سلاح را برسانیدن گروه تفتیشاتی در آن محل پیدا شد. خوب دقت کنید بینندگان، خوب دقت کنید. این نقطه را من دوباره میخوانم، بسیار یک نقطه مهم است. خوب دقت کنید. فیض محمد ساکن 73 ساله دهه تودمه از شخصانی است که به سند مقامات همچون شهید که سلاح را در جای حادثه دیده است امضا گذاشته است. این پدر پیرمرد وقتی که نمایندگان مقامات میاد همچون شاهد در اونجا امضا گذاشته است که گفت به اصطلاح روسی پادپیس مونده است که همین تپانچه رو همین پستالت رو من دیدم که در همین جا هست. ولی چی میگوید؟ میگوید واقعیت اون است که اینا مرا مجبور کردن، اجبار کردن که در همین جا امضا مونم، چون سلاح وقت پیدا شد که اونها آمدن. کی آمدن؟ نمایندگان مقامات. دوامش هم میخونیم. ما دو موی سفید را با سلاح به جای حادثه بردند. 4 نفر از پیشمان و 4 نفر از قفا بودند. نفر گفت ما اکسپرت ولایتی هستیم. همانجا یک باره سلاح پیدا شد. اگر من میگفتم که سلاح حاضر پیدا شد ممکن مرا میپراندند. همانجا باقی مانده ها تیر را جمع کردند، سند کردند و ما از ترس امضا گذاشتیم. باز دوباره این نقطه را میخورم، نقطه های خیلی مهم. ما 2 موی سفید را با سلاح به جای حادثه بردند. نگاه کنین، سلاح را با همون موی سفید ها یک جایه آوردن، در صورتی که تا زمانی که طبق قانونگذاری تاجیکستان تا زمانی که اکسپرت نیاید ایز انگشت نگیرد، اثر انگشت نگیرد، حق جنباندن سلاح را نداره هیچ نفر. اما سلاح را با موی سفیدان آوردن. از کجا؟ از بیرون. در صورتی که طبق قانونگذاری سلاح باید در جای حادثه میبود، نه اینکه نمایندگان مقامات می آوردن. دوامش گوش کنید. نفر گفت ما اکسپرت ولایتی، 4 نفر از پیشمان و 4 نفر از قفا بودند. 4 نفر اینها را راهنمایی میکردند.
ما اکسپرتی ولایتی هستیم. همونجا یک بار سلاح پیدا شد. اگر من میگفتم که سلاح حاضر پیدا شد ممکن مرا میپراندن. همونجا باقی مانده های تیر رو جمع کردن، سند کردن و ما از ترس امضا گذاشتیم. این نکته رو خیلی توجه کنید. اینها از ترس، نه از خشونت، از ترس متاسفانه چیکار کردن؟ امضا گذاشتن. خب دوامش میخونیم. نقل کرد همون موی سفید 83. در تاجیکستان دادن شهادت دروغ جنایت حساب می شود، ولی این مرد میگوید تفتیشات باید شهادت را در حالت ترس گرفتن را صرف نظر کند. یعنی در حالت ترس وقتی که انسان شهادت میتید صرف نظر کند. منابع رادیوی آزادی همچنان پای فشاری میکند که اگر این جوان سلاح نمی داشت هیچ ضروریتی به سویش تیر پراندن وجود نداشت. یک همصحبت ما از قول شخصی که در عملیات شرکت کرده است گفت گلبودین پشت پنجره پل موقع گرفته به سوی آنها تیر خالی کرده است، در صورتی که در تپانچه 5 تیر باقی مانده بود. اگر اون موقعش رو درست میکرد به 5 تیر، یعنی به یک تیر طرف اونها پراندن، چیکار نمیکرد؟ قانع نمیکرد، یا که به 6 تیر میتوانست بیشتر تیر خالی کند. وقتی که در تپانچه او به گفته اونها اگر تیر می بود یعنی 5 تیر دیگه باقی میموند، ولی دروغ ببینین 5 تیر دیگه باقی موندن. به هر صورت ما میگذاریم دوامش. پیویتسما عبدالمؤمنова مادر گلبودین میگوید پسرش سلاح نداشت و استفاده آن را نمیدانست. خب این را ما قسم مادر این گلبودین را ما خوندیم، بازم یک بار دیگه میخوانمش. قسم یاد کنیم مادر این شهید را. به نام خدا قسم، به ارواح پسر نوگذشته‌ام قسم، هیچگاه در دست پسرم سلاح ندیدم. پسر من نه خدمت حربی کرده بود و نه سلاح استفاده برده میتوانست. این تپانچه از کجا پیدا شد نمیدانم، گفت مادر این شهید بزرگوار. مرگ زیوبکوف. از توددیم تا خوروغ 18 کیلومتر راه است و نیمی روز 25 نوامبر گلبدین زیوبکوف در این مسیر جان داده است. منبع‌های آگاه در میان ساکنان و مقامات دولتی خونروی زیاد را سبب اساسی دانستند. اما انتظار زیوبکوف برادر گلبدین بر رادیوی آزادی گفت که انتظار زیوبکوف، ببخشید نامش رو اشتباه خوندم، که وی در بدن مقتول 7 زخمی تیر حساب کرده است. ببینید در بدن برادرش 7 دانه زخمی تیر چیکار کرده است؟ حساب کرده است که 4 تای آن در پای، 3 تای دیگر در چشم و دل و شکم بودند. یعنی 4 دانه به پایش زدن و 3 دانه دیگر به کجا؟ به دل و گرده و به چشم. دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان در بیانیه رسمی گفت گلبودین زیوبکوف در نتیجه آتش جوابی زخمدار گردید. این نهاد و اداره های دیگر تاجیکستان درباره کشته شدن زیوبکوف و دیگر معلومات یا شرح ندادند. پیویتسما عبدالمؤمنова مادر گلبدین که از بیماری دقیق نفس اذیت میکشد در بیمارخانه راشقلب بوده است. او گفت پس از شنیدن خبر بازداشت پسرش او را به خوروغ آوردند و در سردخانه جسد پسرش را دید. شما این حادثه را هر یک مادر، هر یک فرزند باید نظر کند که وقتی تو را میارند میت فرزندت را در سردخانه میبینی. خوروغ 25 نوامبر ساعت 13:15 اولین اعتراضگران در میدان خوروغ پیدا شدند. آنها بودند که به دنبال ماشین حامل گلبدین به خوروغ حرکت داشتند. دلاور خورموف که شاهد لحظه بازداشت خونین گلبدین بود میگوید با چندی از جوانان از پشت ماشین مقامات به سمت خوروغ رفت
تا از سرنوشت بعدی او آگاه شود. ما وقتی به نزد حکومت رسیدیم که گفتن گلبدین در بیمارخانه است. آنجا رفتیم که گفتن در مرگ، یعنی در سردخانه است. دکترها گفتن که وقتی او را آوردن الکی مرده بود. ما با مرگ رفتیم و جسد را گرفتیم. مصلحت شد که آن را پیش حکومت بریم و فهمونیم که چرا او را کشتند. مادر گلبدین که آنجا بود با این رضایت داد. این چی کاری بود که کردن؟ نخواد برای یک آدمی بی سلاح یک ماشین سلاحدار فرستی؟ نخواد در داخل دهه عملیات گذراندن اجازت باشد؟ پسر من همین گناه را کرده بود، لیکن چرا او به دعوتنامه ندادند؟ همان وقت برده پرسیده بودند چرا نشد که او را جزا میدادند؟ من راضی بودم، لیکن بی‌رحمانه کشته شدن چی معنی دارد؟ این پرسش های این مادری است که تا حال به پاسخند. امام علی رحمانوف، ای دیکتاتور، ای خونخوار، به سوالای این مادر پاسخ بده. این مادر امروز مادر همه تاجیکستانی است. باید به این سوالا پاسخ داده شود. پیوتسما عبدالمؤمن آورد. دو روز با جسد پسرش و ده ها اعتراضگر نزد بنای حکومت ایستاد. تنها پس از 2 روز روحانیان محلی با آنها مشورت دادند که جسد را باید به خاک سپارند. در پیش تظاهراتگران از حکومت طلب کردیم که جواب دهید. میموندن شرح میدادند که بچه تو این گناه را کرد و ما کشتیم. دلیل می آوردن، اثبات میکردن، من چیزی نمی گفتم. مادر غمزده با این قدر درد آماده بود که اگر فرزندش گناه دارد می آمدن حرف می زدن، چیزی نمی گفت. میگوید من اگر گناهش را اثبات میکردن چیزی نمی گفتم. می بخشیدم و در میدان نمی ایستادم. سخن این مادر جسور را گوش کنید. علاوه بر اینکه اینا خیانت کردن، اگر که فرزند من گناه کرده بود، مادامی که در تاجیکستان با آن صورتی که در تاجیکستان بازم قتل و اعدام ممنوع است، اجازت نیست، بازم این مادر آماده بود است که در صورتی که فرزندش گناهکار باشد حتی قتل او را که کشتن و شهیدش ساختن از آن هم بگذرد و ببخشد. از همه مهم، شما آماده بودید فرزندت را به قتل برسانند ببخشید؟ آماده بود باز ببخشد اگر که فرزندش گناهکار بود؟ 2 روز ایستادم و یگان نفر از حکومت نزد من نآمد. تا حال هم کسی پیش من نآمده است. میخواهم با پرزیدنت روبرو گپ زنم. شاید پرزیدنت به داد من رسد. در بدخشان حکومت نیست و تلویزیون دروغ میگوید مادر این شهیدی بزرگوار. بیگاه 25 نوامبر گروهی از اعتراضگران تلاشی نزدیک شدند به بینای حکومت را کردند. مقامات میگویند آنها به سوی نظامیان سنگ اندازی کردند و 5 اتومات را مصادره نمودند. ساکنان میگویند اعتراض آنها آسایشته بود. ساعتهای 4 و 5 بیگاه 25 نوامبر 2 ساکن دیگر راشقله که از آنها گلنظر و تالکین نام میبرند کشته شدند. در اعتراض بیگاه آن روز و فردا نزدیک 20 نفر زخمی شده است. مقامات نیز عکسون نوار 5 نظامی را نشر کردند که به گفت آنها در پی حمله اعتراضگران زخمی شده است. چرا برای بازداشت او رفتند؟ شاهدان از دهه تودیم نقل کردند که آخر ماه ینور امسال دختری که از دهه دیگری از بینای دادستان ناحیه راشقله خشمگین بیرون شده است. وقتی جوانان پرسیدند که چی شد، او گفته است برای حل بحث زمین آمده بود، ولی یاور دادستان از او خواسته است در عوض رابطه محرمانه مشکلش را حل میکند. خوب گوش کنید. دادستان چی میگوید؟ در عوض رابطه محرمانه مشکلش را حل میکند.
دیروز یک از طرفداران رحمانوف در همینجا میبرد میگه که به خاطر چی شما دقیق میدانید که چی است. این دقیق را شما در این پیام بخوانید، اگر وجدان دارید بعد بروید از حکومت تعریف توصیف کنید. در عوض رابطه محرمانه مشکلات را حل میکنم، دادستان میگوید طرف اون. این خشم جوانان محله را به بار آورده است. معلوم نیست که این دختر تا کجا واقعیت را گفته است. در نواری که ظاهرا زیر فشار ثبت شده است، یاور دادستان عبدالصمد ابیرزاده به تقاضای گروهی از جوانان از جمله گلبدین زیوبکوف به گناهش اعتراف میکند و از ساکنان عذر میپرسد. نوارش رو ما در گذشته مانده بودیم، شما این نوار را دیده بودید. دوباره میتونید برنامه بعدی را تماشا کنید و نوار علاهیده هم گذاشته شده را تماشا کنید. مادر گلبدین نیز میگوید این حادثه را شنیده است و هم برایش گفتند که پسرش پروکورور را زده است. دو منبع رادیو آزادی گفتند که پس از این حادثه عبدالصمد ابیرزاده برای رفتارهای خلاف کار مأموری دادستانی کاملا از وظیفه از صف این نهاد رانده شد، ولی پرونده لطکوب او همچون نماینده دولت مورد تفتیش قرار گرفت. پیویتسما عبدالمومن و در صحبت با رادیو آزادی گفت که همان زمان پسرش با دادستان دعوت کردند و پس از گرفتن بیانیاتش درباره حادثه رها نمودند. خوب دقت کنید، 10 ماه پیش که از اینه که این را با شهید میکنن، دادستان این را فریاد میکند، از این بیانیات میگیرد ولی آزادش میکند. این خوب دقت کنید. او گفت که با گذشت 10 ماه دیگر کسی پسرش را سراغ نکرد و این میپرسد چرا اگر پسرش بازداشت کردند میخواستند اول برایش دعوتنامه و برای بازپرسی نفرستادند. انتظار زیوبکوف برادر گلبدین میگوید دادرش منتظم در تالار مشق میکرد که در نزد ریاست امور داخلی جایگیر است. همه ماشینا او را میدانستند و در حالت درکاری میتوانستند آنجا بازداشتش کنند. بسیاری ها بر اینند که قضیه مربوط به یاور پروکورور 10 ماه پیش با دخالت یادگار فیضاف رئیس سابق ولایت مختار کوهستان بدخشان بسته شد، ولی منبع رادیو آزادی گفتند که یک مفتش دادستان نظامی که چندی پیش نو شد تفتیشات این پرونده های بازمانده را آغاز کرد. پرونده یاور دادستان از جمله پرونده های بوده است که در یک جلسه در میان گذاشته است و مقامات دیگر در پی بازداشت گلبدین شدند، در صورتی که چند روز قبل مقامات گفته بود که گلبدین زیوبکوف در جستجو قرار داشت. یعنی در طول 10 ماه او را چند بار دعوت کردن، اونا آمده بود. اما امروز بازم همینا منبعاشون میگوید که بعد از آنه که یک انسان نو تعیین شد این پرونده از نو باز گرفته شد. حرفای خود آنهاست. پس در جستجو قرار داشتن گلبدین این دروغ بوده است. نامه های روان کردن اینها دروغ بوده است. از زبان خودشان اینا رو ما میشنویم، از زبان خود همین مقام دارا. اما یک منبع دیگر واقف از امور میگوید از تودمه به نیروهای انتظامی خبر رسیده است که گلبدین و همراهان دیگرش سلاح دریافت کردند و باید به خاروق بیایند. آن زمان وضع خاروق خوب نبود و میان محمد باقر و کارمندان میلیسا بحث شده بود. چون گلبدین در جستجو بود خبررسانها جای انیقش را گفتند و گروه به آنجا سفربر شده است. گفت این منبع و افزود بنا بر وجود تهدید هنوز مقامات تفتیشات به افراد خبررسان هم صحبت نشدند تا جزئیات را بپرسند. این برادر ما باز می نوشد که در پشت اون راشقلک چیزی نیست که در پشت اون پول بجا شدن امکان داشته باشه. بجا شدن اصلا غیر امکان است. دوام نامه را می خوانیم. این هم صحبت ما سخنان شاهدان دیگری را برای
تأثیر احتمالی اختلاف‌های محلی در زمینه برقراری و تعیین اخیر تصدیق یا رد نکرد. همسر و دختر 6 ساله گلبدین زیابکوف ورزشگر بود و در مسابقه‌های محلی شرکت می‌کرد. از او حالا یک دخترچه 6 ساله مانده است. مادرش میگوید شرایط خوبی نگهبانی زن و فرزند او را ندارد. اعتراض ساکنان پس از 4 روز 28 نوامبر به پایان رسید. فعالان جامعه گفتند حکومت بدخشان شرطهای آنها را پذیرفت. آنها طلب داشتند که کاملا عاملان مرگ گلبدین جزا داده شود. اینترنت دوباره دسترس شود و اعتراضگران تعقیب نشوند. در اعلامیه حکومت این حرفا گفته نمی شود. در اظهارات حکومت اشاره شده بود که مرگ گلبدین تحقیق می شود، ولی از قبول شرطهای دیگر گپی نبود. گرد همایی‌های خاروق تنها در ولایت مختار کوهستان بدخشان بلکه در خارج کشور نیز هم آوازی پیدا کرد. کارشناسان این را از کمترین اعتراضها در بدخشان دانستند که ساکنان دیگر منطقه تاجیکستان هم در نسبت به آن صدا بلند کردند. این نامه بود که این تحقیقات بود که ما از برادر مومن احمدی که این جزئیات را نشر کردند و از رادیو آزادی تشکر میکنیم که توانستند این معلومات را کامل به سمت خوانندگان خودشان و بینندگان خودشان و همچون به سمت ما کسانی که این قضیه را پیگیری میکنیم رساندند. برادر دیگری ما در تلگرام یک نقطه را ذکر کردند. نوشتن که در پول راشقله این پول ریشاتکه ندارد. میگه که این پول ریشاتکه ندارد و در پشت این پنهان شده نمی شود. و اساسی که حکومت متاسفانه دروغ میگه، در پشت اون پول ریشاتکه ندارد و پنهان هم شده نمیتواند. چطور در اونجا پنهان شده است و طرف اینها سلاح پرانده است. بیایید ما همین نوار کوتاه را ببینیم با هم. این نوار کوتاه را با هم ببینیم از حادثه که چطور دستگیر شده بود. این از جای است که اون تیر پرانده شده است. شما همجا جای ریشاتکه میبینید دوستان عزیز؟ اگر هست کجا هست آن؟ این نوار از جای حادثه بود، از جای حادثه که در نزد این پل خونه‌ای که دیده خونه برادر شهیدی ما بود.